آقا چرا کسی نیست جواب این بنده خدا رو بده؟ داره سلام احوال پرسی میکنه، میگه چه خبر؟ دین و ایمونتون برقراره؟ اسلامتون کامل شده؟ دلار به تومن رسیده یا هنوز همون 68 ریاله؟ هنوز بدون ویزا میرین آمریکا یا باید ویزا بگیرین؟ اون موقع زمان من میگفتین آقا زندونا پره، قبرستونا پره، الان خالی شده. چند تا از این ورزشگاه 100,000 نفری آریامهر ساختم براتون. من اون موقع 147 تا بیمارستان در حد سطح بین المللی براتون ساختم. چیزی اضافه کردم بهشون یا نه؟ جوونای سرزمینم چی؟ رو به رشد هستن، سر حالن، همشون شغل دارن، راحت میتونن یه کار کاسبی راه بندازن، زندگی تشکیل بدن، برن سر خونه زندگیشون. ریشه دزدی و فساد سوخته، ریشه اعتیاد، این اعتیاد خیلی مهمه، ریشش سوخته یا نه؟ اصلا اینو به من بگین، این خیلی برام مهمه. آب و برق و گاز مجانی شد؟ الان میتونین ماشینای لوکس خارجی رو با قیمت خوب بخرین یا نه؟ این عربا چی؟ حساب میبرن هنوز ازتون؟ سرخم میکنن؟ گل سرسبد خلیج فارس هستین یا نه؟ منطقه رو روی انگشت میچرخونین؟ آخه برام مهمه. گفتین دیو چو بیرون رود فرشته در آید. میخوام ببینم فرشته گلی به سرتون زد یا نه؟ بذار من در قامت شما بهش جواب بدم. ببخشید معذرت میخوام. نه بابا معذرت خواهی نمیخواد که. انقدر گفتین روحش شاد خدا بیامرزتش که من الان تو بغل خدا کف بهشتم. فقط میخوام یه چیز بهتون بگم. فرق حق و ناحق رو فهمیدین؟ فرق ظلم و ستم رو با خوبی کردن رو فهمیدین؟ پس بجنگین برای اینکه حقتون رو بگیرین.